میگه دو تا کعبه وجود داره، یکی کعبه درون و یکی کعبه بیرون. کعبه در بیرون هست، در دنیا، ماده بناش از آب و گله. بانی این کعبه آب و گلی یکی از بندگان خداست به اسم ابراهیم خلیل و طواف کننده این کعبه آب و گل انسان ها هستند. اما یک کعبه در درون داره از جان و دل. بانی اون کعبه درون الله و طواف کننده بر اون کعبه جان و دلم خودشه. این دلی که در درون سینته کعبه است که الله برش طواف میکنه، روزانه بر دلهای ما طواف میکنه. الله دل داده که دوست بداره و فکر داده که خوب فکر کنیم، عقل داده که فکر کنیم، دل داده که دوست بداریم. پس اون چیزی که الله دوست داره دوست بداریم و اون چیزی که الله میخواد فکر کنیم. من امروز داشتم مطلبی میخوندم خیلی تکان دهنده بود. حضرت خواجه مجدد الفسانی رحمت الله تعالی میگه بعد از کفر بزرگترین گناه شکستن دل مردم هست، خواه مسلمان باشه خواه کافر باشه. حضرت مولانا دکتر عبدالحی رحمت الله تعالی که از بزرگان معاصر هستن، ایشون میفرمان دل رو نشکنین، چون ممکنه اون دل محل تجلی خدا باشه، محل محبت الله باشه. گاهی وقتا دل یک مسلمان رو شکستن اینقدر سخته که اگر تیشه برداری به کعبة الله بزنی اینقدر سخت نیست که دل یک مسلمان رو بشکن. علمای ما حتی میگن یک مسئله فتوا هست، تقوا هست. اهل حق یک فتوایی دادن، اما تقوا چیز دیگه هست. به فتوا عمل بکنید ولی دل مسلمان رو نشکنید. دل مسلمان ارزشش از این خیلی بالاتره. اینجا به تقوا عمل نکردید، به احوط عمل نکردید، اشکال نداره. دل مسلمان به دست آوردن ارزشش خیلی بالاتره. امروز من و شما ذکر، تسبیح، تلاوت ماشاءالله تو ما خیلی زیاده، خدمت دین تو ما زیاده، اما نگاه به این دلهایی که از دست ما داره میشکنه نمی کنیم و اصلا اینو گناه نمیفهمیم. حالا که خواجه مجدد الفسانی رحمت الله تعالی میگه بعد از کفر بزرگترین گناه شکستن دله. حالا دل عامه مسلمان ها به جای خود، دل پدر چقدر میشکنه دست فرزند، دل مادر چقدر میشکنه، دل همسایه از همسایه چقدر میشکنه، دل استاد میشکنه، دل یک فردی که تمام زندگی رو وقف کرده برای رشد دین، برای تعالی دینی. گاهی وقتا میبینید دل شاگرد دل استاد میشکنه، فرزند دل مادر میشکنه. بعد تو اون جامعه میخواد خیری باقی بمونه، خوبی باقی بمونه. بعد از به جا آوردن احکام خدا بزرگترین عبادت محبت کردن به مخلوق خداست. یعنی کسایی که میخوان تزکیه نفس، اصلاح و خودسازی ادعا میکنن تو این میدان ما هستیم، اونا در رأس امور خودشون بعد از حقوق الله اینو قرار میدن که چکار کنن؟ مشکلات مردم رو حل کنن، لبخند به لبای مردم هدیه کنن، شادمانی رو به یک دل، تطیب قلبی بشه، دلجویی یک مسلمان بشه. این در رأس همه امورشون قرار داره. متاسفانه این از جامعه ما امروز مفقود شده. این رو اصلا مسلمان عبادت نمیفهمه. دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است.
کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی از ثواب بزرگ دارد، اما تأخیر و آزار دادن، غمگین کردن هم خیلی گناهش بزرگ است. برادری عزیز، گناه دل تاریک میکنه. وقتی دل تاریک شد دیگه خدا توش نگاه نمیکنه، دیگه فرشته روش برمیگرده. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نگذارید دل ران بشه. ران منظور این پا نیست. کلا بران علی قلوبهم یعنی از بس این نقطه های سیاه تو دلش زده شده و با اون لاک پاک کن. اون لاک سفید نیامده این نقطه های سیاه و پاک بکنه. نامه وقتی به کسی می‌نویسه اگر یه خط خوردگی بلافاصله لاک میزنه و پاک میکنه، ولی این نقطه های سیاه با توبه پاک نمیکنه. همینجوری که بعد از دیگری تا این که کل قلبش نقطه ها سیاه در بر گرفته، دیگه خلاص، دیگه هیچ موعظه و پندی در اون تاثیر نداره. نگذارید که دلها به اونجا برسه که دیگه نتونید توبه بکنید. اگر بخواهی که در نظر خدا، در نظر خلق خدا عزیز شوی، محترم شوی، امروز در فکر خیانتی همدیگر نباش، در فکر ضرر و زیان همدیگر نباش. یگان انسان به چشم بد نگاه نکو برادر بزرگوار. هر کسی را اگر تو بد میبینی، ایره عمیق بدان که وی بنده الله رب العالمین است. ایره عمیق بدان که شخصیت را بدبینی داری که خیلی صاحب بزرگواری دارد الله رب العالمین. خیلی گناه بزرگ داری. اگر بتوانی دل به دست آر که حج اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. اگر بتوانی دل یک بنده خدا را به دست بیار، خرسند کن، شاد کن، در خلق خدا خدمت کن. اگر از دست نمی آید ضرر و زیان بد نبین، آزار نتی، سخنی بد نگو، غیبت نداشته باش، منت نکن.